تحصیلاتم در رشته حقوق و علوم سیاسی است که سال 95 فارغ شدم و بعدش هم که پانتون تمام شد راهی رسانه شدم. البته مدت 4 سال تقریبا در یک رسانه‌های محلی کار میکردم و همزمانش مدیر مسئول یک کتابخانه بودم. کتابخانه عامه بود در پروان که من اونجا کار میکردم و بعدش هم در یکی از دفاتر خصوصی وظیفه گرفتم که اونجا هم کار میکردم تا زمانی که تحول آمد. بعدش دیگه بیکار شدم. تقریبا 4 سال است که بیکار هستم. احمد شاه غفوری از آنچه بر او در مهاجرت و غربت گذشته است میگوید. اونجا برای اونا فرق نمیکنه که تو سویه علمی تا کجاست، چقدر درس خواندی و شخصیتت چی است. خلاصه هیچ چیزشان براشون مهم نیست. فقط من حیث یک ابزار ازت استفاده میکنن و براشون باید کار بکنی. یک کارگر عادی هستی. 4 ماه گذشت حقوق ما برام پرداخت نکردن. خیلی برام دردآور بود. خب بالاخره مجبور شدم دیگه. از اینکه اینقدر ضلالت و بدبختی رو نمیتونستم تحمل بکنم. وقتش بسیار برام درد آورد بود، سخت بود.